دلشجون این بچه سیر حرکت در یک جا خراب نیست. رو برای سلامت یک جلسه که گرم و نرم و بلند من دلشجو یکم بار دیدم در اینجا فقط تلفنی هم ما صحبت کردم و دیدم که بهت بچه خوب است، دلکشا، هم خوش آواز، خوش ادب. با دعای شما و با آرزوهای ما انشاءالله دلشاد جان به قله‌های بلند سند میرسد. برای دلشاد روزگار آباد، برای پدر مادر سلامتی، برای همسرش تمام خوشی زندگی نصیبت بود. تشکر از دعوت، از مهربانی. سلامت باشید. دلبر خان خوش آمدید. یک روز می آید که من نیستم کنارت. آواز مرد دکه ها آسمان مایا